بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از برنامه‌های قبلی در مورد فتنه قیامت و یا نشانه‌های قیامت صحبت کرده بودم و مختصری کوتاه چند حدیث ها را آورده بودم و امروز یکی از آن حدیث را تفسیرش را برایتان نقل میکنم که بخاری و ابو داود و در چندین کتاب ها چون حدیثی صحیح آمده است. متوجه باشد. از ابو امیر الاشعری از او الله راضی باشد روایت است که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده است: از امت من مردم پیدا می شوند که زنا کردن و پوشیدن لباس ابریشم و نوشیدن شراب و آلات موسیقی را حلال می دانند و مردم بر بالای کوه زندگانی می نمایند و شامگاه به نزدشان چوپان گوسفندان را می آورد و فقیر با طلب برآوردن حاجت خویش نزد آنها می آید، یعنی این مردم. اما آن مردم می گویند روزی دیگر بیا تا که ما حاجت تو را برآوریم. اما الله همان شب کوه را بالای سر آن مردم پاره می کند، نجات یافتگان را باشد به میمون و خوک مبدل می سازد. آنها تا روز قیامت این گونه می مانند. حدیث صحیح بخاری 5590، ابو داود 4039، الطبرانی المعجم الکبیر. حدیث صحیح است.